اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. وزیر امور خارجه امارت اسلامی گفته است در 20 سال گذشته اشغالگران افغانهای مخالف اشغال را با نامهای مختلف تروریسم شهید و یا زندانی کردند. اکنون به بهانه همشمول بودن در برابر حکومت افغانستان موانع ایجاد میکنند، اما اشغالگران در 20 سال نه تروریسم را تعریف کردند و نه اکنون برای حکومت همشمول تعریف و معادل دارند. اداره ملی غذا و ادویه در نشست خبری در خصوص فعالیت‌ها، دستاوردها و چالش‌های خود گفت در تلاش است تا شهروندان به ادویه و غذای معیاری دسترسی داشته باشند. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با داوود جنبش خبرنگار BBC دیدار کرد. در این دیدار آقای جنبش از فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت معادن و پترولیم در مدیریت منابع معدنی افغانستان قدردانی و ستایش کرد. شاروالی کابل می گوید در بلاک نهم احمد شاه بابا مین کار 26 سرک فرعی به زودی تکمیل خواهند شد. جام جهانی کرکت سال 2023 به کابل رسید. کرکت بورد افغانستان می گوید که جام جهانی کرکت سال 2023 صبح امروز به کابل آورده شده است. این جام در ولایت‌های مختلف افغانستان به نمایش گذاشته می شود. مولوی مطیع الحق خالص رئیس هلال احمر افغانی در نشستی در پنجشیر گفت در توزیع کمک ها هیچ تبعیضی وجود ندارد، بلکه به گونه عادلانه به نیازمندان توزیع می شود. وی افزود برای جلب کمک های اضطراری در حال گفتگو با جامعه جهانی است تا فرصت های کاری برای نیازمندان فراهم شود.